گدا چشمهاش رو با خاک عجیبی مالید. ثانیه بعد بمب رو از داخل صندوق عقب ماشین دید. سریع جلوی دوتا خانم رو گرفت که سوار ماشین نشن و توضیح داد که چه اتفاقی در حال رخ دادنه. اما اونا فکر می‌کردن این گدا دیوونه سعی داره دردسر درست کنه. توی همین لحظه بمب فقط 6 ثانیه تا انفجار فاصله داشت. گدا ناچار شد با زور اونها رو به زمین بندازه. چند ثانیه بعد ماشین منفجر شد. گدا موفق شد اون خانم‌ها رو نجات بده. اون خانم‌ها وقتی فهمیدن گدا توانایی خاصی داره، ازش خواهش کردن بره خونه‌شون تا پدر مریضشون رو نجات بده. توی همین لحظه برادر خانم داشت یه کاسه سوپ به پدرش میداد تا بخوره. گدا دید که یه چیزی اشتباهه و برادرش رو کنار زد، چون اگه بیمار اون سوپ رو می‌خورد بیشتر از یه ساعت زنده نمیموند. برادر عصبی شد و به گدا توهین کرد. فکر کرد اون گدا می‌خواد براش دردسر درست کنه، اما گدا یه گلوله خاکی پر از گاز سیاه توی اون سوپ پیدا کرد. خطر اصلی همین بود. هیچ که حرفش رو باور نکرد، چون این نقشه مادر و پسر بود. اونا می‌خواستن همه دارایی خانواده رو برای خودشون نگه دارن، اما گدا اجازه نداد و نقشه‌شون رو رفت. در بین فریادها و ناسزاها گدا یه هلوی کپک زده از کیفش در آورد و گفت اگه بیمار این رو بخوره شفا پیدا میکنه. اون خانم بدون هیچ حرفی تصمیم گرفت به گدا اعتماد کنه. یه تیکه کوچیک از اون هلو رو برید و به پدرش داد. ناگهان بدن پدر شروع به تشنج کرد. مادر و پسر فکر کردن الان میتونن از گدا انتقام بگیرن. اونا تصمیم گرفتن اونو بندازن جلوی سگ‌ها، اما درست در همون لحظه بیمار به هوش اومد. پدر فهمید که گدا اونو نجات داده. اون تصمیم گرفت دخترش رو به گدا بده و یه کارت مشکی با موجودی 60 میلیون دلار بهش داد. اما گدا دنبال دختر نبود، دنبال پول بود، چون عجله داشت بره بیمارستان برای عمل خواهرش. وقتی به بیمارستان رسید، خانم درست همونجا ظاهر شد. انگار از قبل برنامه‌ریزی شده بود. بعد پرستار اومد و گفت که عمل لغو شده. گدا خواست بپرسه چرا. ثانیه بعد مادر و پسر هم ظاهر شدن.